روز دو کس برای عبادت به معبد آمدند. یکی روحانی و شخص دوم باجگیر. روحانی کنار رفت و به عبادت پرداخت. شکر تو را که من ندوستم، نهانات و به یار خود خیانت هم نکردم مثل دیگران. شکر تو را که مثل این باجگیر نیستم. هفته 2 بار روزه می دارم و 10 درآمد خود را عشر می دهم، اما باجگیر حتی باری هم عبادت نکرد. مشت به سینه می زد و می گفت خدایا گناه من گناهکار را بیامرز. اینک بگویم به شما، نه مناجات روحانی بلکه باجگیر مقبول خدا بود، چون که هر که خود را بالا گیرد پست گردد و هر که خود را پست زند سرفراز شود.